سلام دوستان. آیا تا به حال با مشکلات اداری دست و پنجه نرم کرده اید؟ حالا خبر خوب اینجاست. سامانه فؤاد 128 یک راه فوق‌العاده برای رسیدگی به شکایات شماست. فقط کافی است با شماره 128 تماس بگیرید و مشکلاتتان را مطرح کنید. بلافاصله یک کد راهگیری دریافت می‌کنید که می‌توانید از آن برای پیگیری استفاده کنید. بعد از این شکایت شما به دفتر بازرسی مربوطه ارجاع داده می شود. تا زمانی که مشکل شما حل نشود، سیستم به شما اخطار می دهد تا مطمئن شوید که پاسختان داده می شود. همچنین حتما باید هویت خود را احراز کنید و نمی توانید ناشناس باقی بمانید. اگر از کارکرد یک اداره یا رفتار یک کارمند ناراضی هستید، این سامانه به شما کمک می کند تا صدایتان شنیده شود. پس اگر تجربه‌ای دارید یا سوالی در این زمینه دارید، حتما نظراتتان را در کامنت ها بنویسید و فراموش نکنید این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید.